من با یک نقطه زنگ میزنم که فکر میکنم رو میتونیم در افیر پیوست کنیم و شما بشنوید که ما با کی در صحبت میشویم. امیدوارم زنگ تلفن ما رو جواب میتین. خب سلام علیکم. سلام. روز بخیر. گلبهار شکر و شما. تشویش ندادیم، وقتتون رو نگرفتیم، عذر. نه. من دلیر ممالی از افیر مستقیم رادیو وطن طبق مسئولیت پیشکی برای شما زنگ میزنم. حال شما؟ سلامتی شما؟ شکر رحمت بهتر. سلامت باشید. اپا گلبهار شما از وضع سلامتی تون میگفتید که در بیمارخانه حصار بستری هستید همراه مادر؟ نه، ما روز جمعه بود از بیمارخانه جواب شدم همراه مادرم. شکرانه خداوند. خوشبختانه و من به این باور داشتم. من چند وقت به شما من به این باور داشتم. تشکر و مننداری خودم رو از شخصا از زن خودم و از زن مادرم و کل طبیبان قدر در تکاپو بودن برای وضع سلامتی مردم، چقدر کوشش های زیاد زحمت ها میکشیدن. تشکر گفتنیم و همچنین به حکومت جمهوری تاجیکستان و برای دستگیری هایی که امروز به طبیبان شرایط ها فراهم آوردن. من مننداری خود را بیان کردن هستم. آقای گلبهار، شما گفتید که شما رو با التهاب شوش بستری کردن یا کووید 19 با کدام بیماری شما بستری بودید؟ اصلا گفتم پنیمونی التهاب شوش. بله، در آنجا فقط رنگین کردیم و با همین التهاب شوش بستری شدیم. حاضر که خدا را شکر شما صحت شدید به خانه برگشتید همراه اوچه جان. برای مردمی که در تهلکه میافتاد و خدای نکرده اگر به این بیماری گرفته باشند، برای اونها شما از تجربهتون دو جمله بگید که چی باید کنن، چی خیلی پشت سر کنن این بیماری رو. بله، من گفتنی هستم که به احساسات داده نشوند. وقتی که مشاهده میکنند که طبیبان دارن یگان وضع سلامتیشان کاسته گشته سبب باشد، حتما به دکتران مراجعت کنند و چی نشوند. چی میگم؟ یعنی به تهلکه نافتن، به پانیک نافتن. بله، به تهلکه حتما باید به تهلکه داده نشوند، چون این بیماری خود گذرانده است. یک دو سه روز آدم عذاب میکشد. ولی خود شما وقتی که میدیدیم از پست و از نوشته های روزهای اولاتون خیلی تهلکه زده بودید و چی خیلی شما راه دیدید این چیز. همین تجربه رو گفت که دیگه هم اگر در این حالات باشن بیرهن. راستی میگویند زهر آدم رو آدم میگیره. وقتی که من در فیسبوک از بیماریم خبر دادم، همه یار دوستان، همه مخلصانم که بهرم دعاهای نیک میکردن، این برای من یک روحیت بزرگ میبخشید، چون طبعم که بولیده میگشت از این بیماری آیسته آیسته برآمدم، خود را به دست گرفتم و دعاهای پیوسته دعاهای نیک عزیزان بودند که امروز من شفا یافتم. به دعای آنها تشکر میکنم از مخلصان. سلامت. یعنی فیسبوک با قول در برابر زیان هایی که میگم فایده هم دارد، آدم تنها نمیگذارد. بله 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 بله، این بسیار خوب است. سلامت باشید. و این سرودی هست که مادر من پیدا کردم و اینا برای کل شنونده ها با صدای شما پخش میکنم. سلامت باشید، خود را احتیاط کنید و همیشه وطن گوش کنید. صحتمند سلامت باشید. برای کار باشید. تشکر برای اینکه زنگ ما را قبول کردید. سلامت باشید. خب ما با گلبهار شکر و در صحبت بودیم که چگونه که خودشون گفتن با التهاب شوش در بیمارخانه حصار بستری بودن همراه مادرشون و خیلی حالت روحیشون بد بود در روزهای اول و از تجربهشون گفتن و من فکر میکنم که ما حتما یک جای غلبه میکنیم. یک سرود از گلبهار شکر و برای کلی اوچه جان ها برای کلی مادرها پخش میکنیم و بعد از شنیدن سرود دوباره به برنامه برمیگردیم. در موج وطن بمونید. سلطان غم چشم و چراغم مادر، تنها گلی گلزاری باغم مادر، بعد از خدا تنها امیدم مادر، من با دعایت رو سپیدم مادر. مادر پرستار دلم، ای روشنی بخشو چراغ منزلم. مادر پرستار دلم، ای روشنی بخشو
پرستاری دلم ای روشنی بخشو چراغ منزلم مادر پرستاری دلم ای روشنی بخشو چراغ منزلم